با اقدام راهبری کمیته حزب خلق دموکراتیک ترکستان در شهر پنجکین بخشیده به سنه فرخنده روز مادر در طرفخانه دوستی چهاربینی دایر گردید که در آن بانوان پیشقدم شهر دیار پنجکین اشتراک میکنند و فکر میکنیم که این همه یک نوع احترام است و ارزشگذاری است به مادران ارجمند و خواهران دلبند. گزارش ما در همین باره. طرفخانه دوستی از کدام نماینده‌های بانوان شهر دیار پنجکین با چهاربینی روز مادر با نام مادر سرآهنگ بخت انسان منظره روحبخش و ناتکرار داشت و تاکید و معنی بود که کجای آفریده بهترین خداوندی زن مادر قدم میگذارد آنجا شکوه، زیبایی، تراوت و نزاکت و لطافت و نفاست بیشتر است. السلام بر بانوان نازنین، مادران و خواهران محجبی، نیک بادا خاطر و قلب شما زیب و زینت بخش این روی زمین. تبریکات معاون رئیس کمیته حزب خلق دموکراتیک ترکستان در شهر پنجکین وکیل ملی شهری پروین تاشوا علاخان به روز مادر از ابتدا تا انتها بیانگر آن دعوا بود که راهبریت حزب اعتقاد و احترام، مهر و محبت، لطف و صمیمیت خیلی زیاد به زن مادر این نیروی پیشبرنده جامعه نوین ترکستان داشت و امروز هم دارد. السلام علیکم مادران و بانوان گرامی، با لطف و صمیمیت و مهر و محبت افزون فرارسی روز مبارک مادر را به شمایان بانوان و مادران عزیز صمیمانه شادباش گفته خوشی‌های عمر، فتح اعتبار بلند زندگی را تمنا می‌نمایم. باعث خوشنودی است که روز مبارک مادر در سال تجلیل 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان راست آمد. در این سال مبارک امروزها در شهر و دهات پنجکین با خوری ملاقات‌ها باید فهمیده دادن نقطه‌های اساسی پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان که سنه 26 ژانویه سال 2021 ارائه گردیده بود دوام دارد. چطوری که در پیام آمده است سیاست اجتماعی دولت حکومت تاجیکستان و مسئله بلند برداشتن مقام زنان و بانوان در حیات جامعه دقت جدی داده می شود. زنان را در زیدانش زیوری هست، امید روزگار بهتری هست. اگرچه از زنان پیغمبری نیست، همه پیغمبران را مادری هست. مادران و بانوان عزیز، پس آریه زیبایی، نور دهندگان هر محفل، عزیزان دل، این برای یکایک شمایان همایون بود. باشد که چون بهار نازنین همیشه سرسبز، شکوفان و چهره خندان، سلامت و سربلند و نیرومند و فرحمند باشید. این مبارک مادران و بانوان عزیز. لحظه خیلی جالب فرابخش و لبریز از مهر و اخلاص بود لحظه سپردن تحفه‌های کمیته حزب خلق دموکراتیک ترکستان به بانوان. سخنرانی استاد دانشکده آموزگار ترکستان در شهر پنجکین فاطمه سراجزاده و برنامه کنسرتی آن روز یک معنی و یک محتوا داشت، یعنی که زن مادر واقعا هم نوری دیده و تاج سر بود و منبع نیز همینطور خواهد ماند. در سوش زن مادر شاعران بسیار نوشتند، نویسنده ها اثر ایجاد کردند، ولی فکر میکنیم که نه همه آنها توانستند قدر مادر را، زحمت مادر را در زندگی و پررگی انعکاس کنند. و البته با همین خاطر است که شاعر خیلی خوب میفرماید آن که نوری دیده بود تاج سر است، مادر است و مادر است و مادر است. متحیگران این گزارش یک دکتر مولانا شاکسن صالح و مونس اتمالایوا بانوان عزیز شهر دیار پنجکین را با مناسبت روز مادر تبریک و تهنیت گفته برایشان تمام خوشی زندگی را تمنا داریم. عید مبارک مادران ارجمند و خواهران دلبند.